با عرض سلام، مریم محبی هستم، روانشناس و سکس تراپیست. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه سکس بهتر، زندگی بهتر در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. محصولی که به تازگی داره مراحل نهایی خودش رو طی میکنه برای اینکه این بار به زندگی جنسی زنان کمک بکنه و این وعده داده شده که میل جنسی اونها رو بالا میبره و به نوعی قرص صورتی یا قرص وایاگرای زنانه نام گرفته. حتما شنیدین که داره روش مطالعات نهایی انجام میگیره. خب این خبر ممکنه برای بسیاری جالب باشه از این باب که بالاخره یه راه حلی لابد به وجود اومده، برای اینکه همونطور که یه دوره‌ای مسئله ناتوانی جنسی در مرد از مشکلات شایع مردان محسوب میشد، برای پاره‌ای از موارد یه قرص آبی رنگ به بازار اومد و تونست مشکل رو حل بکنه. اما این بار آیا این قرص صورتی میتونه مشکل رو حل بکنه یا نه؟ تفاوتی که وجود داره خب مسلماً قرص وایاگرا میل جنسی مرد رو قرار نیست بالا ببره. تنها خدمتی که میکنه به مرد این هست که امکان چرخش یا سهولت ورود خون رو به آلت تناسلی میسر میکنه، بهتر میسر میکنه و امکان برقراری رابطه جنسی رو برای مرد امکان پذیر میکنه. اما این قرص صورتی رنگ فیلیبنسرین قرار نیست که در واقع مانند وایاگرا عمل بکنه، به خاطر اینکه این بار قراره میل جنسی زنان رو بالا ببره. چندین بار این دارو اومده و مراکز درمانی که مسئولیت این رو دارن که ببینن عوارضی، آیا مشکلاتی طولانی مدت این دارو ممکنه داشته باشه یا نداشته باشه، و متاسفانه خب رد شد در چندین مرحله. اما مراحل این بار مرتج نظر قرار گرفته برای اینکه بتونه نهایتاً وارد بازار بشه. اما نکته که مهمه، من فکر میکنم باید وظیفه این برنامه است که این اطلاعات رو بده، اینکه اولا زمانی که این قرص اگر مراحل نهایی رو طی بکنه و به بازار بیاد، یادمون باشه به اینکه برای دسته ای از بیمیلی های جنسی زنان در واقع مفید به فایده است. یعنی مسائل زنانی که زنی نخواد اشتیاق لازم برای شروع یک رابطه رو نخواد داشته باشه، به دلایل مختلفی اتفاق میفته که یکی از دلایل ممکنه مشکلات بیوشیمیایی مغز و عدم تعادل مغزی در باب مسئله سروتونین و دوپامین باشه که این دارو سعی میکنه با بالا بردن دوپامین در مغز بتونه این تعادل رو ایجاد بکنه. بنابراین برای دسته‌ای از زنان که صرفاً مسئله بیمیلی جنسی اونها ریشه گرفته از مسائل عدم تعادل این مواد شیمیایی در بدن باشه، مفید به فایده خواهد بود، اما نه برای همه. بنابراین اینطور نیست که دیگه هر کسی مراجعه بکنه و قرص رو بخوره با هر دلیلی و فکر بکنه به اینکه خب میل جنسی بالا میره. دوم اینکه پیامدها یا ساید افکت‌ها یا عوارض جانبی مهمی هم داره که حتما در کنار فوایدی که اگر ممکنه داشته باشه باید در نظر داشت، از جمله اینکه فرد حالت ضعف عضلانی، حالت غش بهش دست بده، حالت بیخوابی بهش دست بده، حالت تهوع بهش دست بده، افت شدید فشار خون ممکنه اتفاق بیفته و این خب مواردی است که به همین دلایل هست که مدام در حال مطالعه است که آیا اگر کسی استفاده بکنه مشکلی براش ایجاد نمیکنه یا میکنه. لذا اگر قرار هست که ما همچنان مرید استفاده کردن از این داروها باشیم، باید بدونیم آیا کاندید مناسبی برای استفاده از این دارو هستیم یا نه. چرا اینو میگیم؟ برای اینکه به باور ما اولا مسئله کم بودنه، یعنی ادعایی که میشه این هست که عده زیادی از زنان با مشکلی به نام اختلال کمبود میل جنسی مواجه هستن. حالا وقتی نام اختلال رو میذاریم یعنی اینکه به عنوان یک بیماری داریم نگاه میکنیم و وقتی به نام تحت عنوان بیماری نگریسته میشه به اون مسلماً
درمانی برای اون وجود داره و مسلما خودمون رو مجاز میدونیم برای اینکه دارویی برای درمان این بیماری وجود داشته باشه، کارخونه های اون رو تولید بکنن و مصرف کننده هایی که اون رو مصرف بکنن به امید درمان. اما به واقع بیماری است، اختلالی است اگر زنی خیلی اشتیاق نداره که رابطه جنسی داشته باشه. آیا میتونیم نام اختلال روش بگذاریم، اسم بیماری روش بگذاریم؟ و آیا اینطور نیست که مسئله تمایل جنسی در زن مقوله نسبیتی باشه، متغیری وابسته به موانع یا فاکتورهای دیگری باشه؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا اگر زنی برای داشتن رابطه جنسی برای ماهی یک بار اشتیاق داره و اگر این زن با مردی همبستر بشه، شریکی داشته باشه، همسری داشته باشه که او هم با همین ماهی یک بار راضی باشه، ما اسم این زن رو میگذاریم به اینکه آیا اختلال بیماری کمبود میل جنسی داره. و حالا اگر این فرد در رابطه دیگری قرار بگیره که همسر او تقاضای مثلا هفته‌ای 4-5 بار رابطه جنسی داشته باشه، اون موقع ما میتونیم برچسب بزنیم به اینکه خب حالا دیگه اینجا تو اختلال داری. یعنی چی؟ اختلال وابسته به فاکتور دیگری میشه و اون عدم توازن یا تساوی که با میزان برانگیختگی همسر سنجیده میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر همسری با 4 بار رابطه جنسی در هفته اوکی باشه و ما هم زن هم مشابهت داشته باشه، مشکلی نیست. ولی اگر وارد یک رابطه‌ای بشه که این عدم توازن به هم بخوره، مشکل زاست. بنابراین متغیری است منوط به اون چارچوب، اون ساختار رابطه جنسی که هر زوجی داره. از طرفی، یعنی غیر از این که ما باید معترف بشیم به این که خب پس ما خیلی نمیتونیم کردیت بدیم به این لقب، یعنی عده زیادی از زنان اصلا ممکنه با این برچسب به خودشون نگاه میکنن که من بیماری دارم، مشکلی دارم به نام بیمیلی جنسی. حالا چرا؟ به خاطر اینکه در رابطه قرار گرفتم که همسر مایله که روزی 3 بار رابطه جنسی داشته باشه و من این اشتیاق رو ندارم. از طرفی مقوله برانگیختگی جنسی در زن مقوله است که تحت تاثیر فاکتورهای متعددی قرار میگیره. یکی از فاکتورها ممکنه جنبه‌های واقعا به هم خوردن تعادل مواد بیوشیمیایی مغز، مثلا مسئله کم بودن دوپامین یا مسائل سروتونینی یا این چنینی باشه یا مسائل هورمونی باشه. بخش بزرگی از زندگی جنسی زنان رو فاکتورهای ارتباطی تشکیل میدن. یعنی زندگی جنسی زنان به درصد بسیار بسیار حجیمی وابسته است به آنچه که در اطراف یک زن اتفاق میفته. بنابراین زمانی که یک زن میگه من نمیخوام رابطه جنسی داشته باشم علیرغم اینکه توی همسر از من تقاضا میکنی، یکی از مواردش ممکنه این باشه که واقعا یه مشکل بدنی در کار باشه، اما شقوق مختلفی داره این قضیه به این که آیا واقعا چه رابطه‌ای بین این زوج وجود داره. حالا رابطه زناشویی چگونه است، رابطه جنسی چگونه است، مسئله خوشنودی جنسی چگونه است، چه اتفاقاتی داره میفته در طی روز، در هنگام بستر و فاکتورهای بسیار بسیار مختلف دیگری. بنابراین زنان و برانگیختگی جنسی در زنان صرفاً به جنبه‌های بدنی آنان خلاصه نمیشه یا محدود نمیشه.